تو رو با یک آدم مهم شناس کردن میخواستم. خدایا خداوندا، مراتبه دیگر که دعوت کردم زود به نزدم بیا، فهمه؟ خوب منش. خوب اکنون برو. اینجا بوی بد میکرده است. فکری کی بود که در اینجا جمعیم؟ این طور نگوی سمت. چگونه بوی؟ گوشت گوسفند است. به همین خاطر بوی میکند. گوشت گاو نبود. چقدر باز به طرف خانه طریق نآمده بودیم. خوب شده؟ درست. خوش آمدید. خوش آمدید. اینها را از پیش من گیرید. من نمیخورم. من میخورم. بیار بچه بیار. طریق، این جگر حیوان است. تو چی ها میگویی اورهان؟ میدونی که جگری آدم چقدر مبلغ میستد. علاوه بر این جگری انسان هم به مثل جگری حیوان سخت بوی میکند. آنها نپخته در میگیرند. آخر خوراک بی پودر به شما آوردن، باز چی میخواهید؟ خورید. طریق تو اون کار رو یاد گرفتی. احسن به تو، آفرین. تشکر. میدونید این خوراک را کی خوب میپخت؟ کی؟ محیدین. او را محیدین جگر پز نام میبردند. دیده بودم جگر پزی های او را. اگر نزد سگ پرتوی هم آن را نمیخورد. من او را کشته بودم، ولی او در پخت پز همتان نداشت. شاید این صحبت ها را یک سو گذاریم سری مسئله اساسی آییم. کارها خوب پیش نمی روند. یاو زنگ زد. او حالا هم گم میزند. او 9 جان داشته است. ما جگری او را میکنیم. اکی طریق، تو خواطر نشو. تشکر. چی میگوید؟ پولی که او از تو گرفت در دست اوست. این مراتبه من خودم را میکشم. این را من حل میکنم. طریق جان، که ها باز وقتی مستقلانه خلاصه برآورده ندامده است. دشمن را پراندی، کشته نتوانستی. دشمن صحت شد. اکنون او میداند که تیر از کدام سمت می آید. یعنی تو او را پراندی و اما او از آن دنیا برگشت. اکنون آرام شو. تو بی بازگشته به دروازه منگل نشود. آرهان حق است. مادام که او با تو زنگ زده باشد، پس او به عوض پول چیزی میخواهد. طریق را خواست. تو چی گفتی؟ چه هم میگفتم؟ گفتم که بیا میدیم. چه جای شوخی؟ بیامان. یعنی امکانیت خوبی کشتن یوز. نفهمیدم. تو کمتر بخور طریق. خلسترین کم می شود. گردش خون باشد خوبتر می شود. سمیت، احترامی من نسبت تو بسیار بپایان است، ولی به من بسیار فشار نیار. خوب، تمام. آرام شوید. ما این کار را با روحی حل میکنیم. او به دام میافتد. روحی این مسئله را حل میکند. روحی آدم کش؟ روحی؟ او یک دیوانه است و یوز دل می سوزد. او درگان. سمی، روز بخیر. روز بخیر. ببین ما اینجا همراه دوستان نشستیم. آنها هم به تو سلام میرسونند. آها، همه یک جای جمع شدند. خب کدام کشور رو اکنون نابود میکنیم؟ نه، ما مقصد نابود کردن یگان کشور رو نداریم. درست. شما نمیکوشید و میخواهید که پول زیاد را به دست آورید. همین کار شما همین است. من فکر میکردم که تو همراه مایی درگان. البته با شمایم. من پول را برای عملی کردنی مقصدم صرف میکنم. تو چی درد داری؟ میدونم که تو تنها برای احوال پرسی زنگ نمیزنی. شما آدم را خوب میفهمید. من هم خوب میفهمم. ولی برای عملی کردنی مقصد و نیت به من کمی پول لازم است. پولهای وعده کرده اتون تا حال به من نرسیده است. درست. کمی مشکلی پیش اومد، ولی من در نزدیکترین فرصت آن را حل میکنم. آن مشکلی خردک که شما در این سوی مرز به من مشکلی کلان را ایجاد میکنند. فهمیدم. حل میکنم. خب، من یک چند بازیچه فرمایش میدهم. آنها را خریدن لطفا. تا بازدید سمی. مالش تا بازدید. ببخشید، این خطای من است.
айби ман ҳал мекунам. бале, айби ту шуд. айби ту